همیشه از جهنم به الله پناه ببرید. آیا می‌دانید چگونه است؟ بیایید جهنم را کشف کنیم. جهنم تاریک است، بسیار تاریک. 7 در جهنم وجود دارد. هر دری برای طبقات مختلف گناهکاران است. 19 فرشته در جهنم هستند و مالک نگهبان جهنم است. این درها به روی گناهکاران بسته می شود و آنها هرگز امیدی به فرار از آنها نخواهند داشت. وقتی جهنم آنها را از مکانی دور ببیند، آنها صدای خشم و غرش را خواهند شنید. عذابشان تخفیف نمی‌یابد و یاری نمی‌شوند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آتشی که مردم می‌سوزند، تنها 1/70 آتش جهنم است. درجات بهشت بالا می‌رود و طبقات جهنم پایین می‌رود. جهنم وسیع و بسیار عمیق است. زمانی یاران پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم صدای عجیب و وحشتناکی شنید، صدایی که هیچ کس دیگری نشنیده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این سنگی در جهنم است که 70 سال پیش از لب جهنم پرتاب شده است و پیوسته به پایین می لغزیده است و اکنون به قعر جهنم رسیده است و منافقان در پایین ترین طبقه جهنم خواهند بود. در آن بادهای گرم دود سیاه و آب جوشان وجود دارد. آتش جهنم همه چیز رو میسوزاند، همه چیز رو نابود میکنه و چیزی رو سالم نمیگذاره. پوست رو میسوزانه، به استخوان میرسد، محتویات معده رو ذوب میکنه، به قلب ها میرسد و آنچه رو که در درون و حیاتی است آشکار میکنه. غذایی برای آنها وجود نخواهد داشت جز گیاهی خاردار، تلخ و زننده که نه سیر میکند و نه گرسنگی رو برطرف میکند. در جهنم درختی وحشتناک غذای گناهکاران خواهد بود، مانند مسک و داخته. در درون آنها مانند جوشش آب داغ می جوشد. میوه های این درخت مانند سرهای شیاطین است و به آنها مخلوطی از آب جوش و روغنها نوشانده می شود. مردم در آن عرق یا شیره مردم را می نوشند و به عنوان مجازات زغالهای سوزان و آتش جهنم را به آنها می دهند. لباسهایشان از آتش و غیر خواهد بود و در جهنم دریایی سوزان به نام بهار وجود دارد و نهری که از شرمگاه زنان زناکار جاری می شود. اهل جهنم از بوی شرمگاه خود آسیب می بینند و در جهنم بخشی به نام زمهریر وجود دارد که بسیار سرد و گزنده است و خوردنی ها و آشامیدنی ها در آن بسیار سرد است. زندانی در جهنم به نام بولوس وجود دارد. همچنین چاه، غم و اندوهی در آن وجود دارد و دره‌ای در جهنم به نام وایل و کوهی به نام سعود و مردم دستهای خود را بر آن می‌گذارند، دستهایشان آب می‌شود. وقتی پاهای خود را بر آن می‌گذارند، پاهایشان آب می‌شود. جهنم 70,000 دره دارد. هر دره‌ای 70,000 شاخه دارد و در هر شاخه‌ای 70,000 خانه است. در هر خانه‌ای 70,000 شکاف وجود دارد. در هر شکافی 70,000 مار است و در کنار هر ماری 70,000 عقرب است. کسانی که به خدا و پیامبران راستین او کافر شدند، کسانی که افراد صالح را به خدایی گرفتند، کسانی که به چیزی جز خدا ایمان داشتند یا کسی میتونست به آنها سودی برساند و آنها را خدایان سنگی قرار دادند و آنها را پرستش کردند، اینها هیزم جهنم خواهند بود. خداوند فرمود: از آتشی که هیزم اون انسانها و سنگها هستند که برای کافران آماده شده است بترسید. خداوند فرمود: به یقین شما کافران و آنچه اکنون غیر از خدا میپرستید هیزم جهنم هستید، وارد آن خواهید شد. اگر اینها خدایان بودند وارد آنجا نمیشدند و همه آنها در آن جاودان خواهند بود و مردم در جهنم فریاد و ناله میکنند. خداوند فرمود: برای آنها عذابی بر عذابشان خواهیم افزود. گناهکاران در جهنم مجازات میشوند اما نمیمیرند و عذاب جهنم برای کافران و مشرکان ابدی است.
مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پلی بر روی جهنم به نام صراط وجود دارد. لغزنده و ناپایدار است، همه از آن عبور می‌کنند، حتی پیامبران. صالحان مانند برق از آن عبور می‌کنند، برخی مانند چشم برهم زدن، برخی مانند اسب‌های مسابقه، برخی مانند قاطرها، برخی مانند اسب‌ها و برخی با پای خود حرکت می‌کنند. سرعت به اعمال آنها بستگی دارد. برخی به سلامت عبور می‌کنند، برخی خراشیده می‌شوند اما سالم می‌مانند، اما برخی لیز می‌خورند و به جهنم انداخته می‌شوند و کسانی که از آن عبور می‌کنند وارد بهشت می‌شوند.